شور و هیجان به خاطر بازی والیبال این بار از ولسوالی رستاق بلند می شود. رقابت‌های جام قهرمانی والیبال ولسوالی رستاق با اشتراک 16 تیم از ولسوالی‌های 16 گانه ولایت تخار و یک تیم از کشم بدخشان به میزبانی فدراسیون والیبال رستاق برگزار شد. مسئولان هدف از برگزاری این برنامه ورزشی را تحکیم ارتباط میان ورزشکاران والیبال دانسته تاکید دارند که در این مسابقات ورزشکاران ملی در تیم‌های ولسوالی‌ها حضور یافته و بازی پرشور و هیجان را به نمایش گذاشتند. خوشبختانه ما میزبان اعضای تیم ملی والیبال افغانستان در ترکیب تیم‌های مختلف والیبال است که حضور به هم رسانیدن و یک نکته بسیار حاد و مهم دیگه که در این برنامه وجود داره، ما مهمانای مختلف را به عنوان تماشاچی از ولایت‌های مختلف افغانستان، از ولایت‌های همجوار، از ولایت‌های جنوب، ولایت‌های غرب و از تمام مناطق افغانستان در این برنامه تشریف آوردن. در این برنامه والیبال تقریبا 16 تیم از ولسوالی‌های مختلف ولایت تخار به شمول مرکز که با ترکیب بازیکنان تیم ملی اشتراک کردند. هدف از راه اندازی این مسابقات ما تحکیم روابط بین سایر ورزشکاران است، همچنان علاقه‌مندی مردم به ورزش والیبال است. از سوی هم شمار از تماشاچیانی که از راه‌های دور نزدیک در این رقابت‌ها اشتراک کردند با ابراز خرسندی از فضای با وجود آمده میگویند که با تأمین امنیت آنان میتوانند شب و روز مراسم خوشی و ورزشیشان را برگزار نمایند. با شوق حلاقه مردم ولسوالی رستاق و بسیار هیجان این تیم والیبال را برگزار کردند. الحمدلله با همکاری امارت اسلامی و مردم ولسوالی رستاق این مهمانی را در اینجا برگزار کردند. کاملا خرسند هستیم. ما هم به صفت یک تماشاچی آمدیم در اینجا در یک فضای صلح که واقعا فضا را می‌بینیم، موقعیت و همچنان بازیایی که از همجوار آمدن، از ولسوالی آمدن، از ولایت آمدن، خیلی خرسند هستیم. مسابقات پرشور و پرهیجان است. مثلا تمام تماشاچیان از اطراف ولسوالی‌ها مورد کوکچه ولایت‌های بیرونی برگزار شد. در این برنامه ورزشی شمار از بازیکنان والیبال از راه اندازی این گونه مسابقات استقبال نموده و برای حمایت بیشتر ورزشکاران نیز تاکید کردند. ما زیاد خوش هستیم چون به خاطر از اول از دولت امارات اسلامی افغانستان که در یک فضای امنی این رقم تورنمنت برگزار شده که واقعا باعث خوشحالی خود ما، باعث خوشحالی جوانان و باعث مردم ولسوالی رستاق است. الحمدلله والیبال یک رشته است که در سراسر افغانستان بیننده داره و علاقه‌مندان بسیار زیاد داره. ما از مسئولین و از تجاران خواستاریم که والیبال رسمی ما را سپورت کنه تا بتوانیم در مرزهای بیرون افتخارات به افغانستان بیاوریم. گفتنی است در این رقابت‌ها 16 تیم ولسوالی‌های تخار و یک تیم از بدخشان اشتراک نموده بودند که با بازی هیجان انگیز و رقابت‌های فشرده مرحله‌های مختلف را پشت سر گذاشتند و در دیدار نهایی تیم‌های پیکان از ولسوالی چاب و امید از ولسوالی رستاق به مسافه همدیگر رفتند و در 5 سیت متوالی رقابت‌های نفسگیر را برای تماشاچیان به نمایش گذاشتند. در پایان این رقابت‌ها به دلیل مساوی بودن امتیازات هر دو تیم و محدودیت زمانی مسئولان فدراسیون و دوران تصمیم گرفتند تا هر دو تیم را به عنوان قهرمان جام والیبال رستاق اعلام کنند.